صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر بسؤالك يا أهل الذكر بسؤالي جئت لكي أدري. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. با یاد و نام الله متعال برنامه امروز را آغاز میکنیم. عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. امیدوارم در هر کجا که هستید همیشه شاد و خوش و خرم باشین. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه روزهای دوشنبه، برنامه پرسش و پاسخ که در این قسمت در خدمت جناب دکتر احسان الله مبارز هستیم که خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش و خرم و سعادتمند بوده باشید شما و تمام بینندگان عزیز و از الله تبارک و تعالی موفقیت دائمی و سعادت همیشگی را برای خود و تمام بینندگان عزیز و شما بزرگان مسئلت داره. تشکر میکنم از شما. سوال ها و برنامه را از پرسش هایی که از طریق SMS یا پیام های بینندگان اومده شروع میکنیم و بیننده پرسیدن که صدای زنگ موبایل که موسیقی هست اگر در وقت نماز جماعت در مسجد پخش شود آیا گناهی بر صاحب موبایل هست یا نه؟ الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من اتبع هداهم الی یوم الدین و بعد. شک نیست در آنچه که فردن گناه دارد در مسجد وقتی که راه اندازی شود گناهی او بیشتر می باشه، چون موسیقی به طور عموم بجز سازی که یعنی دف و آنچه شبیه به او هست، دایره و آنچه شبیه به او هست در جریان خوشی ها، عید، عروسی ها و امثال او جواز داره. در غیر او در عام حالات عام موسیقی هایی که هست ممنوعیت خدا داره که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حتی نوع تهدید و وعیدی که از جانب الله تبارک و تعالی در اون ذکر شده بیان داشتن که در اواخر در امت ما خسف و مسخ می باشه، یعنی در فرو رفتگی در زمین و حوادث فرو رفتگی در زمین و همچنان مسخ و تبدیل شدن انسان به چیزهای دیگر یا مسخ چهره ها با وقوع می پیونده که اونها در قومی هستن که یستحلون الحیر و الحریر و المعازف، زنا، ابریشم، لباس های ابریشمی و همچنان موسیقی را حلال میشمارن و حلال قرار میدهن که حدیث در صحیح بخاری و دیگر کتاب های حدیثی هست و با سند صحیحه. پس این من در عام حالات وقتی که جواز نداشت و گناه داشت در مسجد گناهش بیشتر هست، اما کسی که گویا از او ناآگاهانه صورت میگیره، مثلا در خانه بعض اطفال دست زده چیزی را آورده و او متوجه نبوده و همچنان در بالای نماز استاد شده متوجه نشده، به یادش نیامده که موبایل روی خاموش نیست، اونجا میشه که معذور بوده باشه و انشالله رحمان گناهگار به شمار نمیره، گناهی بر او نیست. اما یکی بر قصد خودی او بر موسیقی میگذاره، پس بدون پروا، بدون هیچ نوع باکی که داشته باشه، بدون پروای وارد مسجد میشه و در مسجد هر آنچه که از او صورت میگیره گناه خودش و گناهی که به دیگرها رسیده، اذیت دیگرها، همش بالا از او جمع میشه. از الله تبارک و تعالی توفیق و هدایت و
توفیق عمل و مغفرت و بخشش آمرزش گناهان خویش را خواهان هستیم. الله تبارک و تعالی به ما و جمله بینندگان عزیز و همه اهل اسلام توفیق و هدایت نصیب کند. آمین. جزاکم الله خیر. سوال بعدی از طرف خواهری است از گنبد کاووس که گفتن درخواست طلاق از طرف زن در مذهب اهل سنت آیا درست است یا نه، و توضیح هم دادن که شوهرشان نفقه بهش نمیده و معتاد هم هست. موضوع درخواست طلاق از جانب زن در شریعت اسلامی قسمی که در احادیث متعدد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده و حادثه های چند در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم به وقوع پیوست. از جمله مشهورترین او حادثه ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها، دختر عمه رسول الله صلی الله علیه و سلم، با غلامی آزاد کرده رسول الله صلی الله علیه و زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه که فلما قضا زید منها وطرا زوجناه که در اونجا مطالبه از جانب زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها بود بعد از ازدواج اولی همراه از او یعنی استمرار زندگی را پسند نکرد و همچنان زنی دیگر از انصار به نام ام جمیل همسر ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنه بود بفکرم. بعد از اینکه در اول ازدواج کرده بودند، سپس بنابر شکل و زیبایی و صورت او گفت که به هیچ وجه زندگی با او برای ما گوارا نیست و نمیتونم که در اونجا با او زندگی خدا ادامه بدم. این یک علت هست. علت چیزی هست که از اول نزد شخص معلوم هست و هیچ نوع این عارضه بعدی نیست. با دیدی او، با موجود بودن او و معرفت اون چیزها با او شخص ازدواج کرده. در او صورت مثلا فقیر بوده، حالت فقر او را میدانسته، یا که زیبایی اندام و شکل و صورت او به اندازه نبوده که برای از این قناعت بخش بوده باشه، در ابتدا همین چیزها را دانسته وارد می شود و پس می خواهد که یعنی دلی از او آرام نمیگیره و می خواهد که جدا شود. در این صورت این اگرچه در شریعت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم را یعنی امر مرغوب نخوانده و اما حالات صورت گرفته، اشکال در او یعنی شرعاً که زن به چیزی متهم شود یا اینکه از وضع حیثیت اجتماعی از او به زمین بیفته، به او شکل نمی باشه، بلکه با یکی از اونها گفتیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم پس از زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه ازدواج کرد و جزئی از امهات المؤمنین قرار گرفت و دیگرش هم به همین شکل بود. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای اون همسر ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنه فرمودند که آیا آماده هستی که باغی که به عنوان حق مهر از ای گرفته بودی برایش واپس کنی؟ او گفت در جواب گفت باغش را هم برایش واپس میکنم، اضافی هم چیزی لازم داشته لازم باشه برایش چیزی رویش گذاشته برایش واپس میکنم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که اما اضافه اما زیاده فلا، افزودی نه، اما باغش را برایش واپس کن. در این چیزی که مهرش برگرد، بله مهری که به او از او گرفته بودی، حق مهری که از او گرفته شده بود، او برایش واپس برگردانده میشه و در این هر آن چیزی که مرتبط به این جز از مصارف عام یا چیزی که هدایا به شمار میره مرتبط به ازدواج بر علاوه از حق مهر هم که عرفی رواج شده لازمه او قرار داده شد، اونها هم میتونه که او را شوهر مطالبه کنه. اما اگر از او منصرف شود
بهتر است. اما امور زایده یا هدایایی که در جریان داده یا چیزهای دیگری که در وسط از ای به او داده شده یا که نفقه‌ای که برایش داده یا چیزی را به عنوان هدیه داده، اونها هیچ یکی از اونها بر نمیگردن، بر همگیشان مربوطی کسایی می باشند که به اونها هدیه داده شدن، چون برگشت در هدیه جز برای پدر و مادر در حق اولادهایشان در دیگر حالات جواز نداره. خب این بود موضوعی که در اونجا عیبی بود و عیب واضح هست برمیگردن. اما مسئله دیگری هست که عیبی بوده باشه که اون از این زن پنهان نگه داشته شده باشه و در موجودیت اون عیب همزیستی این زن با او شخص مشکل باشه، واقعا عیبی باشه که نمیشه باش زندگی رو ادامه داد. بله، مثلا تعفنی هست، بیماری هست که مضر هست، جزام هست، چیز از پیسی هست و امثالی از اینها که ای با او زندگیش نمیتونه که پیش ببره، مشکل هست برای او در زندگی و امثالی. در این صورت میتونه که به محکمه مراجعه کنه و بدون باید که با مراجعه محکمه انجام بگیره و بدون ای که بالای از او لازم باشه که حق مهر برگردانه، محکمه برایش حکم تفریق و جدایی را با اونها یا فسخ نکاح و تفریق و جدایی میان آنها را صادر میکنه. این حالتی صورت دوم هست و صورت سوم هم حالتی که از امر اخلاقی و عادات عامه شوهر این زن متضرر می شده باشه، مانند که عدم پرداخت نفقه که در اینجا ذکر شده اشاره کردم هیچ چیز نداره. و موضوع دیگری که اشاره کردن چی هست؟ معتاد است گفتم. معتاد بودن که میشه و در بعدها پیش آمده باشه، اما در اول اگر بوده باشه و از اینها مخفی نگه داشته باشه خب برمیگرده به صورت دومی که در اونجا یادآور شدیم. اونجا فسخ میشه و هیچ چیز هم برای از او بر نمیگرده. اگر در بعد معتاد بودن با او پیش شده و ای در این حال نمیخواد با او زندگی خیش پیش ببره و همچنان موضوع نفقه هست و نفقه خود حتما طلبگار هست، چیز راه دخل دیگری برای مصارف خود نداره و لازم هست یعنی پس یا حتی داشته باشه هم موضوع چیزی که نفقه بالای شوهر واجب هست و از ادای نفقه بدون ای که علت در همسر بوده باشه. اینجا هم چیزی لازم به تنبیه گوش داده و یاد دهانی هست که باید در صورت که چرا نفقه نمیدهد، چرا در ادای نفقه کوتاهی دارد، اگر اینجا علت هم دیده میشه و که عیب در همسر نیست. بله. مثلا همسر مطیع نیست، فرمانبردار نیست، با او زندگی مطلوب زن و شوهر را پیش نمیبره و احیانا رفته در خانه پدر خود یا برادر خود اونجا جابجا شده و این در خانه هرچی مطالبه میکنه و طلب از او میخواه درخواست میکنه هیچ توجه صورت نمیگیره. در اینجا که یعنی قرار میگیره زن از جمله زنهایی که وصف ناشیزه را با او گرفته میشد، یعنی نافرمان، اگر علت او نافرمانی همسر و مشکل اساسی و قابل توجیه در همسر بود، هم در اینجا موضوع نفقه شوهر با او مکلف نیست و با او
درخواست طلاق یا خلع در برابر او جواز ندارد. اما در صورت اینکه چنین چیزی نبوده باشد، شوهر مبرری معقول و مقبول درست نداره و باز هم از پرداخت نفقه به نفقه لازم به اندازه توان خود برای همسر و اگر اولاد داشته باشه اولادهایش کوتاهی میکنه، در این صورت همسر حق داره که به محکمه مراجعه کنه و محکمه با رؤیت شواهد و این مبرراتی که هست در قضیه فیصله میکنه و در میان از اونها جدایی میاره و این هم جدایی به دلیل عدم مسئولیت داری شوهر می بوده باشه و جزء خلع نیست که در بدل او باید همسر با پرداخت مهریه رخ بکنه و مهریه بپردازه. بله اگر خود همسر برای کارهای خود که آسان تر بوده باشه و عاجل تر صورت بگیره میتونه که در موضوع یعنی به خلع او را در محکمه موضوع به عنوان خلع یعنی جدایی در بدل پرداخت حق مهر و یا بخشی از او در به عنوان ای در محکمه دعوا دایر بکنه و از اون جدایی از اونها صورت بگیره. پس به هر شکلی که بوده هر یکی از این حالات حکم خاصی خود داره و اینجا هم بار دیگر هم تاکید بکنیم که یعنی بسیاری از جامعه های ما با این فکر و این گمان می باشن که زنی که بعد از وارد شدن در موضوع ازدواج بر رضای خود یا که به غیر از اون دوباره خواستار جدایی می باشن، خواستار طلاق و غیره می باشن، حتما زنهای نامطلوب و نامرغوب هستن. این یک دیدی اشتباه اجتماعی هست و برعکس قسمی که قبلا یاد آور شدیم رسول الله صلی الله علیه و سلم با یکی از همچوزنها ازدواج کردن و یکی از حکمت های این ازدواجی که در ازدواج پیامبر صلی الله علیه و سلم با زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها یعنی حکمت های متعدد در اینجا نهفته هست. از جمله در ازدواج اول زینب رضی الله عنها با زید بن حارثه موضوعی که بسیاری ها دامن میزنن، ازدواج مثلا فاطمی یا قریشی، کفو نبودن او و برابر نبودن او برای غیری از اونها. یعنی از قریش کسی از بیرون قریش اهلیتی او را نداره و کفی او نیست. این موضوع را اولا از بین برد نبی اکرم صلی الله علیه و سلم با ازدواج. اون هم یک غلامی بود آزاد کرده و این دختر عمه رسول الله صلی الله علیه و سلم و از قریش. سپس موضوع پسر خوانده و دختر خوانده و خواهر خوانده و هم امثال از اینها که در جامعه های ما هنوز رواج داره متاسفانه، او را هم نه از بین با ازدواج با رسول الله صلی الله علیه و سلم با زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها این قضیه را هم از بین برد و این را هم عملا زیر پا کرد. موضوعی که بسیار همهمه ها و سر و صداهای را با خود داره، قسمی که فعلا در یک از تصورهای اجتماعی هست که مثلا شخصی اگر با دختر شاگرد خود ازدواج کرد بالای او خیلی ها سر صدا ها می اندازن. جزی از بینش های فاسد اجتماعی هست که گویا با دختر خود ازدواج کرده باشه و موضوع سر و صدا می اندازن. این موضوعی که شدیدتر از او در قضیه خواهر خوانده و پسر خوانده و دختر خوانده و اینها وجود داشت. او را هم از الله تبارک و تعالی با این واسطه از بین برد. موضوع دیگری که هم از حکمت‌های اون هست موضوع ازدواج با زنهای طلاق شده و بالاتر از او زنهایی که با همسرهایشان با شوهرهایشان که خودشان با رضایت ازدواج کرده بودند ناسازگار میشوند و خواهان طلاق میشوند، خواهان طلاق میشوند یا خلع میکنند. اونها زنهای منفور جامعه
و قبیح جامعه و ناساز جامعه نیستن، بلکه اون موضوعی از اونها را در امو دایرهش با عواملش بررسی کرده میشه و هر یک جایگاه اساسی خود پس در جامعه میگیره. بدون این موضوع در موضوع حیثیت اجتماعی زنها هیچ نوع اثری منفی شرعاً و عقلاً و این از لحاظ انسانیت نداره. آنچه که در اینجا خلل ایجاد کرده یا که تصورها و بینش‌های منفی را وارد جامعه ساخته، بینش‌های منفی بسیاری ها هست، نه این که ربطی به اسلام و موضوع اسلامیت اون داشته باشه. با تأکید به این که اصلا این موضوع در شریعت نه طلاق مرد نسبت به زنها و نه طلاق گرفتن زنها و طلب طلاق زنها، هیچ یکی از اینها تا حد امکان زندگی در شریعت امر مرغوب نیست، بلکه امر که در حدیث میاد که بدترین حلال نزد الله تعالی ابغض الحلال الی الله الطلاق. حلالی که نزد الله تبارک تعالی خیلی ها چیز است، الله تبارک تعالی او را راجع به او بغض داره و او را بد میبینه، طلاق است. چون چاره ای نیست برای موضوع تنظیم زندگی و از بین بردن اختلافات و تنش‌ها و مشکل‌های زندگی اجتماعی جز طلاق، لذا راهی از باز نگه داشته شده. ورنه نزد الله تبارک تعالی این چیزی مطلوبه نیست. نه اقدام مردها به طلاق نزد الله تبارک تعالی پسندیده هست و نه اقدام زنها به طلب طلاق، ولی برای اینکه در مشکل گرفتار هستن و برای رفع این مشکلات این تجویز شده. پس از الله تبارک تعالی زندگی آرام و خوش و خرم و با سعادت و مسرت بخش همه خانواده ها و همه زن و شوهرها را از الله تبارک تعالی خواستاریم و از الله تبارک تعالی برایشان زندگی نیکبخت، اولاد نیک و موفق مسئلت داریم. الله تبارک تعالی هیچ یکی را از زندگی با سعادت محروم نسازد. آمین. جزاکم الله خیر بابت این توضیح مفصل که دادین. جناب دکتر، بیننده پرسیدن اگر کسی از پول حرام صدقه بدهد بعد انتظار پاداش و ثواب از الله متعال داشته باشد، آیا این انتظار واقعی هست یا نه؟ موضوعی که پول حرام، الله تبارک تعالی، نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که ان الله طیب لا یقبل الا طیبا، الله تبارک تعالی پاک هست و جز پاک چیزی دیگر را قبول نمیکنه. لذا مشرکین مکه هم در زمان جاهلیت، زمانی که میخواستن خانه کعبه را دوباره بنا کنند، گفتن که این خانه الله تبارک و تعالی هست، جز حلال چیزی در ساخت این شما آلوده نسازه، غیر از حلال چیزی در ساخت این خانه الله تبارک تعالی شما سهم نسازی، با آنکه هر یکی از اونها سرمایه های بیشمار به هنگفتی داشت. اما وقتی که بررسی کردن سرمایه با جدی بودنشان در ساخت خانه کعبه، سرمایه هایشان تقریبا کمتر از 2/3 خانه کعبه را تکمیل کرد. یک دیوار می گرفتن و بالایش یک سقف تقریبا عادی داشت. برای او اکثر سرمایه هایشان حرام بود. اونها این مسئله را در حرمت خانه جالب حتی اونها هم حاضر نبودن که این مال حرام. بله، لذا حجر که اما قسمتی که دیوار بالا از او گرفته شده بیرون از خانه جز خانه کعبه هست. حجر اسماعیل. بله، هر کسی که وارد این حجر اسماعیل شد در اون نماز خواند گویا داخل خانه کعبه نماز خوانده باشه. یعنی این که بعضی ها، یعنی اکثر مسلمان ها دروازه خانه برایشان باز نمیشه و از داخل شدن داخل خانه کعبه محروم هستن. اونها هیچ تشویشی نداشته باشن، قسمتی از خانه را الله تبارک و تعالی برایشان باز گذاشته که همیشه میتونن که داخل خانه کعبه
در جریان مدتی که هستن رفتن نماز بخوانن، چی اینجا نماز خوان چی داخل خانه هیچ تفاوتی به حسابی اصلی خانه کعبه نداره. لذا کسی که طواف خود از داخل اینجا بکنه، یعنی از اون دیوار بیرون، از دروازه دو راه ورودی و خروجی حطیم یا حجر اسماعیل علیه السلام، از اینجا داخل شده و بیرون شده، طواف او پورا درست نمیشه، چون این قسمت خانه نیمی از خانه کعبه را، یعنی طوافش ناقص بوده، نیمی از خانه کعبه از طواف او درست مانده. خب این مسئله بیرونی بود. خب ولی شخصی که مال حرام در دسترسی از او هست و او میخواهد که از او خود را رها بسازه، یعنی خود را در مسجد و امثال او مصرف نمیکنه، اما در مصالح عامه یا برای نیازمنده های مصرف میکنه و در خدمت از اونها میگذاره بدون و این را با امیدی ثواب خاص از او نداشته باشه. بله اینجا یک چیز هست که گناهی که در او بود از الله تعالی توقع داشته باشه، توقع بکنه و امیدوار باشه که گناهی که در این بخش بود الله تبارک و تعالی او گناه از او معاف کنه، میبخشه. ولی این شرط اساسی خدا داره که اون اگر از افراد بوده باشه که حقی از اونها تلف شده، یعنی چیزی از حقوق مردم بوده باشه، راهی برگرداندن او به مستحقینش نبوده، راه برای برگرداندن او به مستحقین و صاحبان اصلیش نباشه. وقتی اگر راهی بود باید برگردن، راهی توبه در این هست که اونها رو باید به اونها برگردانه. اگر چنین راهی برایش نیست، پس برای اینکه از گناهی استفاده از حرام رهایی پیدا کنه و الله تبارک و تعالی و ثابت بکنه عملا که توبه واقعی هست به الله تبارک و تعالی، در تنها توبه کردن زبانی نبوده باشد، این در جزئی از نیکی های از او به شمار میره و که او را در راه از راه قسمی که قبلا بیان شد مصرف میکنه، به خرج میرسانه و از الله تبارک و تعالی توقع داره که الله تبارک و تعالی از گناهی از او را رهایی ببخشه و توبه او را صادقانه به درگاهش قبول بکنه. و این بزرگترین نعمتی هست، بالاتر از این که توقع داشته باشه که از او این قبول شده، چون گناهی که از استفاده حرام هست به مراتب، گناه از حرام خوری به مراتب بالاتر از ثواب صدقه عادی هست، صدقه نفلی هست، چون حرام از گناه های کبیره هست و صدقه از جمله مستحبات و فضایل هست. یعنی در تعادل با حرام چی هست؟ فرض. بله. یعنی که از واجبات و فرض ها را انجام بده و در مقابل از حرام کناره‌گیری کنه. و موضوع کناره‌گیری از حرام خودش نزد الله تبارک و تعالی هم دلیل صدق توبه هست، بله. و هم ثواب خاصی خدا داره که حتی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بالاتر از این، یعنی مثلا را به این توضیح میده که کسی با همسر خود همسرداری میکنه، میگه این هم صدقه هست. از رسول گفتن که شهوت خود پورا میکنه، چی جای صدقه هست در این؟ رسول الله صلی الله علیه و فرمود آیا شما بگویید که آیا اگر این همین شهوت خود در راه حرام مصرف کنه گناهی داره؟ گفتن نه. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود پس وقتی که از حرام کناره‌گیری کرده و در راه حلال را اختیار کرده، در این برایش ثواب هست، اگر چی شهوت خدا درست، یعنی شهوت خدا تکمیل کرده و شهوت خدا انجام داده. پس در این به هیچ وجه نزد الله تبارک و تعالی ضایع نمیشه، اما
موضوع اساسی در اینجایی هست که به عنوان یک صدقه ای را نپنداره. این اشتباه در تصور هست، چون الله تبارک و تعالی حرام در صدقه قبول نمیکنه، بله این که او را از مصرف او در راه حرام جلوگیری میکنه، خودداری میکنه، این برایش ثواب هست. ای که از برای بعد دربار الله تبارک و تعالی توبه میکنه و میگه که من از مال حرام رهایی پیدا کنم دیگر خلاص شوم، در اصول ای برایش ثواب هست و بزرگترین ثواب، بالاتر از ثواب صدقه نفلی هست. اما به عنوان صدقه او را با چیز حساب نمیکنه، بلکه برای صدقه وقتی که طرح میکنه به عنوان جزئی از اعمال توبه از او هست، نه به عنوان جزئی از صدقه که طبقه اضافی دیگری بالای از اون هم داشته باشه. پس از الله تبارک و تعالی به همه اهل اسلام، مخصوصا به خود و برای خود و بینندگان عزیز و تمام اهل معرفت، و تمامشان از الله تبارک و تعالی مسئلت دارم که توفیق و هدایت نصیب بکنه و توفیق توبه صادقانه را از توبه صادقانه و که در قرآن کریم توبه نصوح یاد شده را برای همگی ما خواهان هستیم و هر آنچه که در این توبه نصوح و توبه صادقانه لازم بود توفیق اقدام به او را برای خود و تمام بینندگان عزیز و تمام اهل اسلام مسئلت داره. آمین. جزاکم الله خیر. تشکر میکنم از شما. سوال بعدی بیننده این است که گفتن دختر و پسر قبل از ازدواج چند بار اجازه دارن از نظر شرعی همدیگر را ببینن؟ در موضوع اولا معرفت و دید، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم هدف دید را توضیح داده که ببینه به حد که او را به ازدواج با او وادار بسازه که آیا ازدواج میکنه یا که نمیکنه. موضوع این هدف هست در موضوع دیدار که آیا مناسب هست یا نیست. و مسئله دومی که در اینجا در دیدار هست، دیدار گوشه از همه و به نوعی از انواع خلوت در عدم موجودیت محارم در هیچ یکی از دیدارها جواز نداره. قبل از عقد نکاح، نمیگم قبل از نامزادی، قبل از عقد نکاح، بسته شدن نکاح و ایجاب و قبول شدن در میان دختر و پسر، ملاقات و دیدار خلوت از محارم بدون موجودیت یکی از محارم نه یک بار جواز داره و نه بیش از یک بار، حتی نامزاد هم شده باشد در موجودیت محارم، تا به حد این که اونها یکدیگر خود ببینن و آیا میشه و که علاقمندی پیدا بکنن یا نه. این در غالبا در یک بار حاصل میشه و بارهای بعدیش از نوع تصنع و خودسازی و خودنمایی خالی نخواهد بود. لذا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم حتی در حدیث محمد بن مسلمه هست، جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه هست و جابر بن عبدالله رضی الله عنهما و مغیر بن شعبه رضی الله تعالی عنه، در تمام احادیث اونها وقتی که ازش میگه آیا دیدی یا نه، میگه ببین که مثلا در حدیث مغیر بن شعبه رضی الله تعالی عنه هست، میگه که ببین که در چشمه های انصار چیز کاجی هست که در میشوه که در بعد پسندت نشوه. در این صورت موضوع اخلاقیات و غیره این با این دیدارها شناخته نمیشد. اخلاقیات اون به خود بازنگری های مستقل و از طریق فامیلی را داره و نمیدونه که به بهانه این که اخلاقات یک دیگر را بدانن و چیزها را بدانن، چون حتی در تجربه عملی هم کسانی که دراز مدت ترین
بر مبنای تصور و اندیشه های دموکراسی و سکولاریستی و غیره، هر آنچه که شماره میکنید درازترین مدتی آشنایی با هم داشتن. حتی یکی در جریان این آشنا شدن هایشان چندین اولاد هم از یکدیگر داشتن. بعد از ازدواج رسمیشان 1 سال و 2 سال به مشکل ازدواجشان طول کشید. این زیاد هست. شما در شاید که اگر دسترسی به رسانه ها داشته باشید روزانه چیزی از اینها یا که بعد از هر مدت چیزی از این خبرها به خانشتان برسد و شما اونها خوانده برای میتونه که با او اطلاع پیدا کنه که فلانی ها اینقدر مدت با هم چیز داشتن و بعد از این مدت معرفتشان 7 8 سال و 10 سال و 12 سال بود که از حاصل مدت معرفتشان بر مبنای اندیشه های کفری دموکراسی 2 تا 3 تا پسر و دختر هم داشتن. بعد از ازدواج رسمی و قانونیشان چون در اون مدت هر چی هست به یکدیگر خودنمایی میکنن، دروغ میگوین، تلبیس و تدلیس میکنن برای یکدیگر، هم اخلاق خدا هم چیزهای خدا، تا یکی این رابطه ما نشکنه. ما وقتی که ازدواج میشه و شکل واقعی روشن میشه و در اونجا 1 سال نمیگذره، نیم سال نمیگذره تا یکی دوباره جدا میشن. و عموما ازدواج هایی که با دید معرفتی تنها و رضای طرفین صورت گرفته در احصایه های جهانی بیشترین و بیشترین فیصدی و نسبت استوار ازدواجی و استمرار ازدواجی را با خود داشتن. پس با این وسوسه شیطانی و دسیسه ابلیسی دموکراسی ها و دموکرات ها و دیگرها فریفته نشوید و خود را فریب ندهید. شیطان شما را وادار میسازه، شما را شیطان تحریک میکند که برای اینکه معرفت و شناخت اخلاقیات و اخلاقی یکدیگر رو نمیفهمیم چنان طور کامل واضح شود برایتان، مدت های چند سال، چند ماه، چند مدت با هم در معرفت با هم بوده باشد، سپس باز دیده و دانسته ازدواج بکنه و عملا و با احصایه های کلی دروغ بودن واقعیتی از و مصداقیتی از ثابت شده و نه تنها در افراد عادی بلکه در مشهورترین اشخاصی که در سطح جهان با این گرفتار هستند. تشکر میکنم از شما بابت این توضیح که دادین و در اینجا هم از اتاق فرمانم خواهش میکنم که شما تماس بینندگان عزیز را زیرنویس بکنن و بینندگان هم لطف کنین. خواهش دارم که وقتی که تماس میگیرین اول سوالاتون رو آماده بکنین و دوباره تماس بگیرین و سوال را از طریق تلفن با ما مطرح بکنین، منتظر نباشین که صداتون در تلویزیون پخش بشه. جناب دکتر، بیننده پرسیدن آیا می شود رسول الله صلی الله علیه و سلم را برای درخواست حاجات خود پیش الله وسیله قرار داد؟ این 2 شکل دارد. یکی اینکه از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بخواهی که این مشکل ما را نزد الله تبارک و تعالی آسان میکنه یا که برای ما راه حل در نزد الله تبارک و تعالی بوده باش. این در حقیقتی او همون چیزی است که مشرکین مکه و جاهلیت در زمانی با تصریح چند آیتی از قرآن کریم از جمله آیه 3 سوره زمر که میگوید که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما اینها را عبادت نمیکنیم، به اینها عبادت خدا تقدیم نمیکنیم مگر اینکه اینها ما را به کی نزدیک بسازن؟ با الله تبارک و تعالی. و یهود عیسی شمار زیادی از عیسی ها هم همین تصور راجع به عیسی علیه السلام و رابطه بین الله و بین خودشان دارن، اگرچه بعضی هایشان موضوع یعنی اکثریتی از اونها موضوع خدا بودن از یا پسر خدا بودن او را برای الله تبارک و تعالی قائل هستند. خب الله تبارک و در سوره یونس هم الله تبارک و تعالی
میگه که اگر از اونها بگویی که چرا از غیر الله تعالی عبادت میکنین، میگن که چرا غیر الله تعالی عبادتتان به غیر الله تعالی تقدیم میکنین، میگن که ما هؤلاء شفعاؤنا عند الله، اینها نزد الله تعالی برای ما شفاعت میکنن. پس این که ما دعای خود به حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تقدیم کنیم و نیاز خود به او تقدیم بکنیم تا اینکه او، یعنی عبادت خود برای او انجام بدیم تا اینکه او نزد الله تعالی مشکل حل بکنه، این نوعی از شرک اکبر هست و این به هیچ وجه اجازه ندارد. موضوع دومی است که ما از الله تبارک و تعالی بخواهیم که به برکت یا به حق پیامبرت یا به حق پیامبرت یا به شبیه به این مشکل ما را حل بکو. این در نزد علمای اسلام قسمی که امام ابو حنیفه رحمه الله تصریح میکنن و دیگر علمای هم هست، اگرچه بعضی ها تجویزن، این را جزئی از دعاهای مکروه شمردن، چون نه در دعاهای قرآن کریم این مثال دارن و نه در دعاهای صحیح و ثابت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و یا صحابه کرام. در احادیثی که محل اختلاف هستند یا که مورد تعویل و همچنان اکثر احادیث موضوعی و نادرسته که هیچ اساسی ندارند، در اونها چیزهای آمده و متاسفانه همون کسایی که از اونها در برابر این آیات و این احادیث و همگی اصلی ثابت نزد ائمه اسلام اصرار میکنن، چی برای اولی و چی برای دوم، از اون روایت ثابت میکنن، استدلال میکنن که یعنی ثبوت اعتباری از اونها اصلا از اول مشکل داره و در صورت از او استدلال هم، صحت استدلال از آنچه که ثبوت نسبی داره هم دارای اشکال های متعددی هست. و در مقابل برای مسائل واضح و صریح، چی از باب توحید و شرک، چی از باب حقوق الله تبارک و تعالی، چی از باب صفات و اسماء و صفات الله تبارک و تعالی و چی در مسائل متعدد دیگره، از احادیث صحیح و صریح برای از اونها استدلال بکنید. میگوین که این با عقلیات قطعی که ما در فلسفه و غیره نزد خود داریم، از فلسفه با خود داریم، تعارض داره و خبر واحد یا که احادیث در برابر از اونها مدار اعتباری ندارن. اینجا در با احادیث ضعیف و موضوعی در برابر آیات صحیح و صریح و عقل سلیم هم استدلال میکنه و در اونجا آنچه که صحیح هست در برابر عقلیات فاسد خود نمیپذیره. به هر حال الله تبارک و تعالی با اونها و با تمام اهل اسلام و هم قبل از همشان برای خود ما و تمام بینندگان عزیز توفیق و هدایت نصیب کنه ان شاء الله. آمین. بیننده بعدی پرسیدن که آیا خوردن ذبح دست کسی که دچار شرک اصغر می شود مانند اینکه قسم میخورد به غیر الله، آیا خوردن ذبح این اشخاص جایز است یا نه؟ در موضوع شرک اصغر که یکی از گناهان کبیره هست و همچنان از جمله از او ریاکاری هست که تقریبا کمتر شخصی هست که از این نجات پیدا میکنه و راه توبه از او و بخشایشی از او در اکثر حالات، یعنی اول کناره گرفتن، تلاش کناره گیری از او و استغفار از عمل او می بوده باشد و در این صورت کسی که مرتکب به شرک اکبر نبوده باشد در خوردن ذبیحه او انشاءالله رحمان اشکال ندارد، اما توصیه و تأکید او با اسلوب‌های حکیمانه تا اینکه رفته هرچی خود اصلاح بکنه و از اون ورطه بیرون شوه برای همه اهل معرفت و نزدیکان او لازمی هست. انشاءالله. جزاکم الله خیر. در اینجا اولین بیننده رو میگیریم که تماس گرفتن. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. السلام علیکم، نام محمد است، شما را نروژ زحمت میتم. آقا محمد از نروژ در خدمت شما هستیم. ببخشید استاد، یک سوال دارم. در اوقات تحریمه
آیا نماز خوانده میتونیم مثلا زمان غروب آفتاب و 12 بجه به 12:01 و زمان صبح که آفتاب نو طلوع میکنه این اوقات تحریم است، اما تحیت الوضو ما در اینمی تایم اوقات ما خوانده میتونیم یا نمیتونیم؟ یک سوال جز سوال دوم که اگر نماز قضا شود و چند لحظه به غروب بان ما نماز دیگر خود خوانده میتونیم در نزدیک یعنی در نزدیک غروب؟ مغرب در نزدیک غروب نماز بخونیم. بله. نماز عمود دیگر که ما نو رسیدیم از پیش ما مانده آیا نماز ما خوانده میتونیم یا نمیتونیم؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ تشکر، خداوند اجر بده. سلام علیکم. سلام و رحمت الله. تشکر میکنیم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. استاد 4 سوال داشتم. بفرمایید. سوال اولتون؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم به عایشه مادرمان به قبرستان رفته آیت خواندن را اجازه دادگی هستند؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم چیکار کردن؟ عایشه مادرمان رو به قبرستان رفته آیت خواندن را اجازه دادگی هستند؟ یعنی حضرت عایشه را اجازه داده که به قبرستان برود یا نه دیگه؟ برود آیت بخواند، چنین اجازه دادگی بود. آیت بخوانن؟ بله، قرآن بخواند. بله، قرآن بخوانن. سوال بعدیتون؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم به ابوبکر صدیق شلوارشان را از ساق پایان بودن را هم اجازه دادگی هستند؟ سوال بعدی؟ سوال بعدی از یک صاحب علم شنیدم که جنازه پیامبر صلی الله علیه و سلم رو اولین بار الله سبحانه و تعالی خواندگی هستند و بعدا ملائکه ها، بعدا انسان ها. این روایت درست است؟ سوال دیگه هم دارین؟ سوال دیگر جشن نوروز از دیدگاه دین مبین اسلام درست است؟ جشن نوروز. و در این روز نوروز مسابقه کشتی میدهند، ما در آن اشتراک کنیم اگر کمک کنیم درست است در این روز، در این مسابقه ها؟ درست. تشکر میکنم از شما. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. تشکر میکنم از شما بیننده گرامی. تماس بعدی رو بس کنید. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. ممکنه سوال بدم؟ بفرمایید سوالتون. بعد از دعا کردن و دست میمالم برای آیا ممکن است یا نه؟ برای چی بعضی ها بعد از نماز مثلا دعا میکنن دست رو بر روی میمالن؟ درباره همین کمی مفصل تر بیان کردیم. دست به روی مالیدن بعد از دعا. دست میمالن بر روی. سوال دیگه هم دارین؟ اما بعد یک سوال دیگر چی میگه شما با جوراب میگه نه؟ مشکی. مشکی بله. نماز خوندن درست است یا نه؟ بعضی ها میگن در مذهب امام اعظم ممکن نیست پوشیدن. بعضی سلفی ها هستن میگن که یعنی منظورتون مسح بر اونه با مسح بر جوراب یا به چه صورت؟ نسکی جورابک میپوشن که زنها پایشان در پایپاق میگید شما نسکی پوشیده؟ مسح بالای از اونها یا نماز تنها نماز خواندن؟ یعنی این جوراب پایین تر از قوزک پایه؟ یعنی مقدار از پا پیدا میشه؟ نسکی میپوشن، نسکی لطگی نسکو میپوشن. درست. بعضی میگن که نماز شما درست نیست به نسکی نماز خوندن. درست. خب بدون از اون نماز خواندن میگن درست نیست؟ درست.
میگن که باید این ما توضیح بدین میگیم که کلا. به نسکی ممکن است نماز خواندن. درست. در مذهب امام اعظم میگن که درست است نماز به نسکی خواندن برای زنها. درست. بعضی ها میگن که نماز شما درست نیست، شما به نسکی نماز خواندید. بله. پوچه زن واضحه. هم سطر است میگن. درست. صحیح سوال فهمیده واضحه. شد فهمیده شد. تشکر میکنم از شما. پوچه که زن سطر سلام است باش. یعنی رحمت. سلامت باش. سلام علیکم. برنامه پرسش پاسخ بفرمایید. علیکم سلام داداش، حال شما خوبه؟ در خدمت شما هستیم. من سوال داشتم، من میشه بس کنید؟ بفرمایید. صداتون پخش میشه، منتظر سوالتان هستیم. سوالتون؟ بلیکن داشت من با تشکر از برنامه های خیلی خیلی خوبتون، خدا خیرتون بده، استفاده سلام خوب باش. میبره. بعد سلام من باش. تا وقت نماز میخونم، نماز صبح بیدار نمیشم، یعنی چیکار کنم؟ روز شرمینه. درست. سوال دیگه هم دارین؟ بازم خدا خیرتون بده. نه دیگه سوال نداره. خدا خیرتون بده، خدا خیرتون بده، اجرتون با سلامت خدا باشین. سلامت باشین. تشکر خدا میکنم شما. نگهدار. خدا خدا نگهدار شما. سلام علیکم. برنامه پرسش پاسخ بفرمایید. بیننده گرامی لطف کنید از طریق گوشی با ما صحبت بکنید. الو سلام علیکم بفرمایید. الو بیننده گرامی با تلفن با ما صحبت بکنید. الو سلام علیکم بفرمایید. تماس بعدی رو بس کنید بیننده گرامی تا متوجه باشن خیلی طول میکشه. الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. برادر عزیز یه سوال داشتیم. بفرمایید سوالتان. ما از تاجیکستان زنگ میزنم. اکثریت کلانسالان ما در وقت دعا کردن بعد از نماز از ارواح گویم بابای دیقان مدد میطلبند یا اینکه از ارواح حضرت داوود پشت و پناه شود گفته. از ارواح حضرت داوود بابای دیقان پناه شود یا که برکت ستیت گفته دعا میکنند. درست. از خطای چنین اشخاص نماز خواندن آیا درست است یا نه؟ سوال دیگه هم دارین؟ نه رحمت جزاک الله خیر. سلامت باشین. تشکر میکنیم. تماس بعدی رو بس کنید. سلام علیکم. برنامه پرسش پاسخ در خدمت شما هستیم. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. یه سوالی داشتیم. بفرمایید سوالتون. از این نمازها میخواستم سوال کنم. صدای شما پخش میشه و منتظر سوالتون هستیم. گفتم به خاطر نماز. بله. نماز ها چی رقم خوانده میشه؟ سنت و فرض و اینا. نماز ظهر. زور و عصر و سو و اینا. یعنی سوالتون یعنی 4 رکعت خوب ترتیبش ترتیب نماز. اوقات سنت فرض مزه شما. اوقات سنت فرض. تماس بعدی رو باز کنید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. ما یک سوال داشتیم. ما از تاجیکستان برادر. بفرمایید سوالتون. همین سالا را اما سالا سنت است یا اینکه یگان حکم دارد یا ندارد؟ یعنی بستن دستمال به سر. بستن بله بستن سالا درست. و دیگه سوال این که راستو پیشاب کردن درست است یا که یگان اشکالی دارد یا ندارد؟ دوباره سوال بپرسین. راست یعنی راستو پیشاب کردن راست یا ایستاده یعنی بله. سوال دیگه هم دارین؟
غذا ما تمام گرفتم. سلامت باش. تشکر میکنم از شما. آخرین تماس بیننده رو بس کنید. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. ما برادران یک سوال داریم که یعنی درباره یعنی زنک مرد به طرف زنک میگه که باشین صداتون خیلی پایینه، یکی بلندتر صحبت کنین. زنک مرد به سر زنش میگه که من تو یک طلاق کردم با گشت قهر پس نشده 100 طلاق کردم میگه. بله. الو. برگشته چی میگویا؟ اینو میفهمیدیم از شما فهمید. دوباره سوال بپرسین. یک بار طلاق میگویا باز گشته چی میگویا؟ تماسشون هستین رو خط بیننده گرامی؟ با گوشی با ما صحبت کنید. 100 طلاق کردم. 100 طلاق. 100 طلاق. بله. تشکر میکنیم. ان شاء الله پاسخ دریافت میکنید بعد از میان برنامه. از بینندگان عزیزم که پشت خط بودن هم عذر میطلبیم و در اینجا با هم یک میان برنامه میبینیم. دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. آقا محمد از نروژ در تماس تلفنی سوال کردن که آیا اجازه هست تهیه سنت وضو را در اوقاتی که مکروه هست نماز، گفتن اوقات تحریمه، مثل غروب و زوال یا وقت ظهر، اول ظهر، در این اوقات نماز تهیه وضو را بخونیم یا سنت وضو را؟ الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من تبع هداهم الی یوم الدین و بعد. در مجموع 5 وقتی که در آنها نماز شرعاً ممنوع و نادرست خوانده شده، اولا وقت طلوع آفتاب، دوم وقت زوال آفتاب، سوم وقت غروب آفتاب. یعنی وقتی که در حال برآمدن هست و وقتی که در خط استوا هست و همچنان وقتی که در وقت غروب هست. این 3 وقت وقتهای تحریم مؤکد هست که در اینها جز خود در وقت طلوع، در وقت زوال که هیچ نماز خوانده نمیشه، اما در وقت طلوع و در وقت غروب نمازی همون قبل نماز، مثلا در طلوع نماز فجر و همچنان در وقت غروب نماز عصر، آغاز اون هم درست نیست. در یعنی نه تنها موضوع نمازهای نفلی، بلکه نمازهای فرضی که قبل از با طلوع و با غروب وقتی از اونها با پایان میرسه، آغاز به این نمازها هم درست نیست. ولی طبق احادیث صریح و صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم در صحیحین و دیگر کتابها، اگرچه بعضی از علما به حساب فتوایشان بنابر نرسیدن حدیث برایشان نظر مخالف دارند و بعضی از مذاهب اسلام در اینجا با رفته، اونتا او اشتباه هست و حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست که کسی که یک رکعت از نماز صبح را درک کرد تا یکی به سجده، تا به سجده رسید در رکعت اول، یک رکعت را درک کرد پیش از اینکه آفتاب طلوع کنه، یا یک رکعت از عصر را درک کرد پیش از اینکه آفتاب غروب کنه، یعنی وقتی غروب آفتاب برای از او فل یصل الیها اخرى،
پس باید رکعت های دیگری که باقی مانده با او تکمیل کنه. این حدیث صحیح و صریح است و رأی مخالف در اینجا اگر از امام باشه، امام معذور به شمار میشه که حدیث برایشان نرسیده، یا اینکه به سند صحیحی که به ما رسیده به او نرسیده. اگر رسیده باشه شاید به سند ضعیف رسیده که محلی اطمینانش حاصل نشده و علما در اون عذرهای متعددی خود دارن، اما وقتی که به ما به سند صحیح میرسن مجال باقی نمیمونه که ما به او برگردیم. یعنی ما حدیث را بگذاریم و با قولی امام یا بزرگوار یا استاد یا شیخ و دیگری خود محکم باشیم. یعنی این حرف شما دیگه به سوال دوم ربط داره که گفتن نماز قضا رو. بله سوال اون هم. اما نماز قضا گفتیم در این شروع کردن به نماز درست نیست. اما ادامه تکمیلی بعضی از یک رکعت را در وقتی اصلیش مثلا قبل از طلوع و قبل از غروب درک کرده باشه از همون نماز وقتش، نماز همون عصر همون وقت یا نماز صبحی همون وقت، نه قضایی های قبلی، او را باید تکمیل بکنه. درست. اما در وقتهای طولانی که در اینجا هست، از نماز فجر تا به وقت طلوع آفتاب، بعد از ادای نماز فرض فجر تا به طلوع با امام تا به طلوع آفتاب و همچنان بعد از ادای نماز فرض زی عصر دیگر تا به غروب آفتاب. این دو وقت طولانی دیگری هست که در اینها شخص قضا را خوانده میتوانه، مثلا واردی مسجد میشه و مثلا تحیه مسجد هست که بالایش واجب هست، آنچه که بنابر رأی امام شافعی رحمه الله و مقتضای بعضی احادیث هست در اینجا خوانده میتوانه. اگرچه بعضی علما در اینجا نظرشان است که باید که حرمت ترجیح داده شود و خوانده نمازهای غیر فرضی که هست خوانده نشود. منتها این مسئله موضوعش ساده تر است نسبت به مسئله اول، چون موضوع به اجتهادی بیشتر برمیگرده به اینکه نص صریح بوده باشه و موضوع قضایی که در اینجا هست جواز خواندنش از حدیث گرفته میشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم روز قضای سنت ظهرشان را که با وفد نمایندگان قبیله قیس بود، عبد قیس بود یا دیگری، مصروف شده بودن و وقت نماز عصر شد و نفلشان سنت راتبه بعد از نماز ظهرشان خواند ادا نشد، فرصت نیافتند. او را بعد از عصر 2 رکعت ادا کردن. ام سلمه رضی الله تعالی عنها میگه ما از رسول پرسیدیم که آیا از ما هم که فوت شد بخونیم؟ رسول الله گفتن نه. اما موضوعی که قضای سنن راتبه مخصوص رسول الله صلی الله علیه و سلم بود و دیگرها نیست، این مسئله در این واضح هست. ما مسئله دیگری که از او گرفته میشه مسئله چی هست که عامتر هست؟ ادای نمازهای قضایی در این مدت. درست. ادای نمازهای قضایی در این مدت و جواز داره و همچنان مسئله دیگری که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حجت الوداع در مینا بودن، یکی از صحابه آمد، رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز خود در خیمه خود خوانده بود و آمد که رسول الله صلی الله علیه و سلم هنوز مصروف نماز هستند، بلکه 2 تن بودن مصروف نماز هستند. رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد که از نماز سلام برگشتاندن، دیدن که 2 نفر اونجا کنار نشستن، اونها را طلب کرده استفسار کردن که چرا شما در نماز با مسلمان ها شرکت نمیکنید؟ گفتن ما در خیمه های خود خوانده آمدیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم برایشان فرمودند که باری دیگر که در خیمه های خود و خانه های خود خوانده بوده و آمده در جماعت با مسلمان ها در جماعت شرکت کنه، چرا؟ تا که محلی تهمت قرار نگیره. اینجا ورنه ادای یک فرض 2 بار درست نیست، اما اینجا اون مسئله است که پیش خودش خوانده و اینجا متهم میشه که اینها نماز نمیخوانن و
چیز دیگری هست. پس در اینجا با وجود که این دوم نفل حساب میشه برایش، اول فرض یک بار خوانده، ولی در چنین حالت هم برای از او جواز داره که بعد از ادای نماز فرض، و او هم در نماز صبح بود، نماز بامداد، پس بعد از نماز فرض شریکی جماعت شود تا اینکه تهمت نانماز خواندن و چیز از خود دفع بکنه. و این چیزی است که بسیاری از ما در زندگی اجتماعی خود راجع به او کوتاهی میکنیم و واسه اوقات مردمان نیک بنابر حدیثی اول که گفتیم که نبی اکرم صلی الله علیه و آله که دو فرض در یک فرض را دو بار خواندن جواز نداره، او را در نظر میگیره. و این موضوع حدیثی که نبی اکرم صلی الله علیه و آله در اینجا فرمودن و در حجة الوداع این نادیده میگیرن یا به اطلاع هستن، خود در ورطه‌های متعدد اجتماعی وارد میکنن. درست. پس امید است که از اینجا چند سوال جواب گفته شده باشه. تشکر میکنم از شما. موضوع تهیه وضو که گفته بودن در چنین حالت ادای از او درست نیست. نه در اول و نه در اون سه وقت، نه در این دو وقتی طولانی. درست. بیننده بعدی پرسیدن این سال سوم که پیامبر صلی الله علیه و آله آیا چنین روایتی صحیح هست که به حضرت عایشه رضی الله عنها اجازه داده است که بره بعد قبرستان قرآن بخونه؟ راجع به قرآن خواندن در قبرستان از رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ چیز صحیح و ثابت نیست. تنها چیزی که آمده از عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه در سنن کبرای بهقی، اون هم سندش ضعیف است. سبحان الله، یعنی ثابت نشده. بله ثابت. بیننده بعدی پرسیدن که آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم به ابوبکر صدیق اجازه داده بودند که شلوارشان پایینتر از کعبشان باشه؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چون حدیث صحیح است از در مسند احمد و دیگر کتاب‌های حدیثی فرمودند که وقتی که پاچه شلوار از چیز پایان شد، از کعبین بجلک پایان شد، چی میشه؟ ففی النار، در آتش میسوزه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در اینجا به تشویش شدن، گفتن که رسول الله صلی الله علیه و سلم ما کمری ما چیزی برخواستگی و قوزی داره که همیشه مواظب اون باشم، حتما پایان میشه و چیزی از او جایش پایان میشه، چون در یک حال باقی نمیمونه. قوز که هست خدا که کمی راست کرد یا که کمی حرکت داد، ازاربند از جای خود حرکت میکنه، کمی چیز میشه، کمربند کمی حرکت میکنه. بله وقتی که راست بود رسول الله صلی الله علیه و سلم پس در الا ان اتعاهد ذلك تعهدا، رسول ابوبکر صدیق میگه که همیشه مواظب از او باشم پایین نیاد، که پایان آمد فورا بالا کنم، دیگر چاره ندارم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که تو از جمله اونهای نیستی که بله با کبر و با چیز پاچه های خدا پایان میکنن، و بلکه بنابر علت مشکلی بود، لذا رسول الله صلی الله علیه و سلم اونها را استثناء کردن. و پس هر شخصی که چنین مشکلی که ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه داشته باشن، با چنین مشکلی مواجه باشن، اون هم در استثناء شامل میشوند، به شرط ای که خودشان برقصد با اون باشن، بلکه اونها حکم شرعی را در مراعات میکنن که از کعبین چیزهایشان بجلک ها پایان نروه، اما بنابر مشکلی که در جسمشان دارن و عارضه‌ای که هست، از اونها چه صورت میگیره و در اون صورت اونها معذور به شمار میروند، هر اون کسی که در چنین حالتی بود. اما کسی که بدون علت، بدون مشکل
پاچه تنبان خدا و ازار خدا پایان از کعبه بجره که پایان میگذاره، او در این حکم طور عمومی شامل هست و هر آن کس که ادعا بکنه که این برای به طور کبر نیست، طور قاعده مسلم و عرفی هست که او شخص راست نمیگوید. کسی که چنین مشکلی نداشته باشه بگویه که ما به طور چرا دوباره که با او برگشته از او بپرسی چرا، میگه که در جامعه ای را پسند ندارن و یعنی خود با مناسب نیست که پاچه ها بالا بوده باشه، مناسب نیست. شخصیت انسان چیز میکند مردم ناپسند میکنه. موضوعی است که نوعی کبر در اون از پذیرفتن حکم شرعی وجود داره. کبر دیگه این حرفا. بله، تمامی از اینها نشانی از وجود کبر در چیز هست. اقل شیء کبر نبی اکرم صلی الله علیه و آله تعریف میکنه که کبر این است که یک شخص زیبا بپوشه و زیبا بگرده، لیکن الكبر غمط الحق و چیز الكبر میگه که مخالفت حق، ترک حق و حقیر شمردنی مردم از کم بشماره، یعنی نزدش و با حق مخالفت با حق بپوشن. در اون صورت میگوین که کبر هست و در اینجا حتما او صورت میگه آماده نیست که در زندگی اجتماعی خود حق و قانون که شریعت مقرر کرده او را بپذیره و کسانی که با او عمل میکنن اونها را هم کم میشماره در چیزشان عمومشان. حتی میگوید که ما با کبر ندارم، کسانی که عمل میکنن با سنت و با حکم شرعی اونها را کم میشماره و استخفاف و استحقار نسبت به اونها و عامه مردم داره. درست، جزاکم الله خیر. بیننده بعدی روایت شنیدن در مورد این که جنازه رسول الله صلی الله علیه و سلم را ابتدا نماز میت برای آن الله خونده است، بعد ملائکه و بعد انسان ها. آیا این روایت صحت داره یا نه؟ این روایت ثبوت میخواه از هر کس که ساخته، ثبوت میخواه که برای از ثبوت اصلا سندی هم نداره. نه خیر، چنین چیزی که الله تبارک و تعالی جنازه مردم رو بخونه چنین چیزی وجود نداره، بلکه جنازه ها برای عبادت ها را بنده ها انجام میدن برای الله تبارک و تعالی و الله تبارک و تعالی اونها را میپذیره. بله، راجع به این که ملائکه ها خوانده باشن، چیز تخمینی از صحابه آمده، اگرچه با سند قطعی هم نیست، که اول آواز ما شنیدیم که میخواندن، سپس بعد از آنچه که مسلم بود این که اول بنو هاشم خواندن برای با مشوره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، سپس دیگر قبایل قریش و انصار و مسلمان ها گروه داخلی خانه نبی اکرم صلی الله علیه و سلم شده، اونجا جنازه او را خواندن و آواز هم شنیدن که تصور کردن که این آواز صحابه بوده باشه، در آواز ملائکه بوده باشه. اما چیزی قطعی در این بار نیست و موضوعی که الله تبارک و تعالی جنازه کسی را خوانده باشه این مبالغه در دروغ است، مبالغه آمیز برای چیز بیان فضیلت رسول الله صلی الله علیه و سلم و رسول الله صلی الله علیه و سلم نیازی نداره که برای او فضیلت سازی شه و اصلا فضیلت سازی برای کسی لازم نیاز هست که خود فضیلت نداشته باشه و رسول الله صلی الله علیه و سلم سید المرسلین و سید اولاد آدم و شفیع کل بشریت در روز قیامت در میدان محشر هست و اولین کسی که از انبیا در جنت برای گناهکارا رهایی گناهکارا از دوزخ شفاعت میکنه هم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، سپس در روزها و دیگرها باز میشوه و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بعد از این فضایل بیشماری که دارن نیاز به فضیلت های دروغین ساختن ندارن. از الله تبارک و تعالی برای خود و همه اهل اسلام توفیق و معرفت و فهم درست دین را خواهند. سپاسگزارم از شما. بیننده بعدی در مورد جشن نوروز پرسیدن که این جشن از دیدگاه اسلام چه حکمی دارد؟ این جشن
که حسن بصری رحمه الله تعالی و همچنان حمید طویل رحمه الله تعالی از علمای تابعین هر دویشان از انس بن مالک رضی الله تعالی عنه روایت میکنند و حدیث در سنن ابو داود، سنن نسائی، مسند احمد و کتاب‌های متعدد دیگر حدیثی هست و با سند کاملا صحیح. تمام اشکالایی که چیزها میگیرن همایشان مرفوع چیز هست، اشکال تراشی ها هیچ یکش واقعیت نداره و سند کاملا صحیح هست که انس رضی الله تعالی عنه میگوید که قبل از جاهلیت، قبل از آمدن رسول الله صلی الله علیه و سلم به مدینه، انصار 2 روزه داشتن برای بازی ها و جشن خود، یکی نوروز و یکی مهر جان، یکی آنچه ما نوروز و مهرگان میگوییم. در میان مردم انصار مدینه بوده این جشن؟ در انصار مدینه بود، در مکه نبود، در مدینه بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که آمد گفت که اینها چی 2 روزه هستن؟ گفتن که 2 روزه هستن که ما در اطفال ما بازی میکنیم و ما در اینها خوشی میکنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که ان الله قد ابدلکم بهذین یوم الاضحى یوم الفطر والاضحى او كما قال صلی الله علیه و سلم. یا رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که الله تبارک و تعالی این 2 روز را تبدیل کرده برای شما به 2 روزی عید فطر و عید قربان. که رسول الله صلی الله علیه و سلم در اینجا میگه که الله، یعنی حکایت میکنه از فرمان الله تبارک و تعالی که الله تبارک و تعالی جشن گرفتن این 2 روز تبدیل کرده به عید و جشن و خوشی گرفتن اون 2 روز مراسم برقرار کردن در اون 2 روز تبدیل کرده به جشن و مراسم خوشی در روزهای عید سعید فطر و عید سعید اضحی و قربان. پس با این 2 روز اون 2 تبدیل شدن، در جای اون 2 از جانب الله تبارک و تعالی این 2 روز تعیین شد. پس آنچه که الله تبارک و تعالی تغییر داده ما دوباره او را پس بیاریم، این خودش یک جنایت الله تبارک و تعالی نپسندیده و شریعت اسلامی او را به جای او دیگر چیزی را تعیین کرده جز اون دیگر روزهای نداریم. لذا که این هم وجهی که در میان انصار چرا وجود داشت. محمد ابن سیرین رحمه الله تعالی دیگر شاگرد انس رضی الله تعالی عنه است و جالب این هست که محمد ابن سیرین، حسن بصری و حمید طویل، حمید ابن ابی حمید طویل، هر سهشون فارسی زبان هستن اصلش. از بزرگان ائمه تابعین هستن و هر سه فارسی زبان هستن. یعنی اینجا محل از چیز یک عرب هم از انس رضی الله تعالی عنه مباشر روایت نکرده، هست روایت از دیگر صحابه، اما موضوع محل تهمت عربی بودن و چیزشان هم اینجا سلب هست. چرا در انصار بوده؟ بله، محمد بن سیرین رحمه الله تعالی میگه که از قدیم از حیره، مصر امروزی، بله، از اونجا یک شخص فارسی زبان آمده بود مدینه، اون نوشتن و خط نوشتن این چیزها را یاد داشت. درست. اهل مدینه برای آموزش دادن شاگردان خود او را معلم گرفتن، استادش برای شاگردان خود را استاد گرفتن تا با آنها نوشتن چیزها را آموزش بدن. و حیره از قدیم یک از شهرهایی بود که با معروف به نوشتن و مصدر علمی نوشتن این چیزها به شمار می رود. پس اینجا رسول الله صلی الله علیه و آله چیز انصار این را تعیین کردن پیش از اینکه انصار بوده باشند دیگه، به عنوان معلم اوس خزرج است. بله، اوس خزرج در مدینه. زمانی که روزهای این 2 روز آمد، او با شاگردان خود شیرینی ها توزیع کرد و اونها به خانه هایشان رفتن. که چی هست؟ گفتن که روزهایی است که ما در این خوشی میکنیم. پس اونها به خاطر یعنی پاسداری این معلمی اطفال خود این روز را به عنوان روزی جشن خوشی تعیین کردن. ما هم همین جشن میگیریم تا اینکه یعنی پاسداری این معلم شود.
وقتی که اسلام آمد اون دو روز را تبدیل کرد، یکی با این حکم صریح شرعی و دومی که در اسلام هست که شما باید فرهنگ اسلام و ثقافت اسلام کاملا مستقل بوده باشد از آلودگی با هر نوع فرهنگ و قسمی که شیخ زیای رحمه الله میگویم. فکر شیخ زیای رحمه الله است که اگر چنین لازم باشه که هر مردمی به اسلام پیوند باید با عادات و با چیزهایشان بپیونده، یهود هم با عادات و چیزهای خود، دیدگاه های فرهنگی خود و هندوها هم با همون چیزهایشان، بودایی ها هم و چیزها هم، پس در اسلام جز عادتی مردم وارداتی مردم دیگه چیزه نمیمونه، از اسلام از خودش چیزه باقی نمیمونه. پس باید که همه مردم آنچه در جاهلیت داشتن او را بگذارن و کاملا در وارد اسلام شوند، نه ای که اسلام تابع خود بسازن بلکه خود تابع اسلام بسازن. و سوالی که در ادامه پرسیدن، شرکت در مسابقاتی که در این ایام نوروز برپا میشه مثل مسابقه کشتی چوک میداره؟ بله، عیناً رنگدهی و نوع تجلیل از این روز به شمار میروه. درست. بیننده بعدی در مورد پوشش پای زن در وقت نماز گفتن که آیا باید پا پوشیده باشه یا نه؟ پشت پا یعنی کامل پا لازم نیست، ولی لباس به حد یا چیزی که گفتن جوراب و غیره پوشیدنش در نماز لازمی نیست. اما حدیث ام سلمه رضی الله تعالی عنها است که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که گفتن که باید که پاچه ها چیز باشن، از بجلک ها از کعبین بالاتر بوده باشن، ام سلمه رضی الله تعالی عنها فرمود که زنها در این صورت چیزهایشان برهنه میشوند. زنها وقتی که بر رکوع میره و به حرکات سجده و غیره انجام میده بالا میشه و در اون حالات یکی از جمله عاداتشان بود که یک قمیص طولانی میپوشیدن تا به اخیر و موضوع اگر بعضی هایشان ایزار میداشتن، لنگ میداشتن، بس ورنه این تنبان معروفه که فعلا ما داریم در عرب اون وقت رواج نداشت، یعنی این تنبان نبود، فقط یک تیکه کاملا تا و آخر بود. گفت ایتن ینکشفنه، رسول الله گفت پس یک بلیست پایین تر بگیرن. گفت باز همچنین گفت از اون به بعد اجازه نیست. در این صورت وقتی که چیزی بوده باشد، قمیص بوده باشد یا کرته که پشت پای را بپوشونه و از اون به بالا وقتی که به پایان بالا می شود، یعنی قسمت های بالاتر از او برهنه نشوند، هیچ اشکالی نداره و پوشیدن جراب چیزی لازمیه نیست، بدون از اون نماز می شود و پشت پا و همچنان زیر پا برای نماز پرده لازمی نیست، همچنان مانند کفی دست و پشتی دست و همچنان روی. این سه چیز، یا اگر بگیریم پشت کفی دست و پشت دست، اینها به همهشان که بگیریم یا 5 تا میشوند و به تنهایی بگیریم 3 تا دیگر به عمومشان. اینها چیزی خودشان چی میشه؟ یعنی در جزئی از پرده از اینا و پوشاندن از اینا در نماز بالای زنها لازمی نیست. بله. اما رعایت پود بودن از اونها بهتر هست نسبت به نه رویشان، بلکه پای به خاطر این که وقتی که اونها با لباسی که از بالا پایان میرفته پوشیده نباشن، نه که با جراب خودشان، بلکه لباسی که از بالا با پایان میرفته با او پوشیده نباشن، هرگاه در رکوع خود خم میکنه یا در سجده خم میشوه، قسمت زیاد بالاتر از بدن او تا به سرگوشتی پا و دیگرها اینها چی میشوند؟ برهنه میشوند. پس برای رعایت او و
در امان ماندن از برهنه شدن از او که نماز او را در نماز او خلل ایجاد میکنه باید این چیز را مراعات بکنه، یعنی لباسی فراخ و همچنان درازی بپوشه که چی تنبان بوده باشه هم به تنهایی خودش کفایت میکنه که از این مشکل را رفع بکنه و چی تنها قمیصی دراز بوده باشه که پشت پای از او را میپوشانه و وقتی که در رکوع و سجده پا میشه و از کعبین یعنی بجلک ها بالاتر نیاید، بالاتر از او برهنه نشه و در اون صورت نماز از او میشه و انشاءالله همون اشکالی در او نیست. درست. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی پرسیدن که بعد از دعا کردن آیا درست است که دست به صورت بمالیم؟ برای این کار درست یعنی؟ این در حدیث آمده و صحت نداره، ضعیف هست و به مبنای از او شیخ البانی رحمه الله و بعضی علما گفتن که این بدعت هست، یعنی از رسول الله صلی الله علیه و آله ثبوت نداره. درست. بیننده پرسیدن که نماز صبح بیدار نمیشن اما بقیه نمازها رو خوب سر وقت میخونن، چه کار کنن؟ وقتتر خواب شون انشالله بیدار میشون و همچنین چیز زنگ ساعت خدا برابر بکنن و چیز دیگری که در اونجا باشه و از الله تبارک و تعالی درخواست بکنن. بله اگر گاه بدون ناآگاهانه از او صورت میگیره و نمیشون در او صورت وقتی که بیدار شدن همون وقت باید که ادا کنن. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی در تاجیکستان گفتن که در منطقه شون کهنسالان یا بزرگسالان وقتی که دعا میکنن در دعا میگویند به ارواح بابای دهقان یا به ارواح داوود و کسان دیگه رو میگن در هنگام دعا و آیا نماز پشت سر این اشخاص درسته یا نه؟ اینجا دو شکل داره، اگر از ارواح بابای دهقان و یا از ارواح داوود علیه السلام و هر شخصی دیگری پیامبر صلی الله علیه و آله و امام و غیره درخواست بکنن از اونها بخواهن که این مشکل رفع بکنه، در این صورت این شرک است، شرک اکبر و نماز او شخص هم نمیشه و نماز پشت سر از او هم درست نمیشه. منتها مسئله دیگری داریم که آیا یک دعوتگر و یک موحد کاملا مسجد ترک بکنه به خاطر از اینکه این انحراف داره یا اینکه حضور داشته باشد تا به اینکه متهم به بینمازی نشه. قسمی که حدیثی که قبلا در برای اون دو شخص خواندیم درست نماز نمیشه، نماز خدا باید در خانه خود بخوانه و سپس در جماعت حاضر شود تا اول متهم نشه و به نماز نخواندن ترک نماز و بینمازی، دوم راهی دعوت برای از او و راهی هماهنگی با مردم برایش در دعوت باز بوده باشه. این نکته مهم است و اونها همش مخالفین توحید و سنت هم مطالبه چیزشان امی هست که کاش که این شخص به هر بهانه مسجد را ترک کنه تا که ما از مصیبت متاثر شدن مردم از ای رهایی پیدا کنیم. لذا در اینجا این دو نکته، موضوع درست نشدن نماز دیگر موضوع هست و موضوع ترک نماز در مسجد پشت سری از او این دیگر موضوع هست. پس دو تا با هم لازم و ملزوم نیستن و کسانی که اینها را لازم و ملزوم میدانن از دیدی من مسئله اجتهادی هست، از دیدی من اینها اشتباه میکنن. مسئله دوم اگر اون دعایش تنها است که الله الهه با ارواح فلان و به حق فلان برای ما این مشکل حل بکو، در این صورت این بدعت هست، شرک نیست. پشت سر از اون نماز خواندن جواز داره، اشکالی نداره. منتها تفهیم شود که اگر این دعا درست می بود در صدها دعایی که در قرآن کریم هست و هزاران دعایی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و دیگر انبیاء علیهم السلام با سندهای صحیح ثابت شده، در یکی از اونها چنین دعای می بود. بله در روایت های دروغی و ساخته شده و بافته شده که مجوسی ها وارد کردن و دیگرها وارد کردن، زندق ها وارد کردن و اضافه کردن، در اونها مسئله جداگانه است و در بعضی روایاتی که قبلا گفتم در بعضی روایات که نسبتا ثبوت دارن از اونها استدلال نادرست بعضی ها میکنن که مفهوم دقیقی از اونها چیزی دیگری هست که واضح هست برای هیچ خردمند روشن
مخفی نمیمانه. لذا با او تفهیم میشه که این نادرست و بدعت هست. اگر درست می بود حتما نبی اکرم صلی الله علیه و و الله تبارک و تعالی ما را به او راهنمایی میکردن و این خیر از ما پنهان نمیکردن. امکان نداره که این خوب بوده باشه و الله تبارک و تعالی و پیامبر بزرگوار او محمد صلی الله علیه و سلم برای امت برای بشریت بیان نکنن. تشکر میکنم از شما. بیان بعدی که خواستن که بفهمن سنت هایی که در اوقات نماز ظهر هست چه سنت هایی است؟ سنت ها در عمومی نمازها، یعنی 2 رکعت سنت قبل از نماز فجر هست تا به اقامه نماز، تا برگزار شدن نماز فرض اونها را میخوانه. اگر از کسی که من اقامه گفته شد، تکبیر گفته شد و امام الله اکبر گفت وارد نماز شد، دیگر جواز نداره که سنت بخوانه، او را به تأخیر میگذاره بعد از نماز یا اینکه بعد از طلوع آفتاب میخوانه. و همچنین 2 رکعت یا 4 رکعت هر دویش از پیامبر اکرم صلی الله علیه و ثابت است قبل از فرض نماز ظهر و 2 رکعت یا 4 رکعت بعد از فرض نماز ظهر. هر دویشان از نبی اکرم صلی الله علیه و ثابت است، ولی بیشتر 4 رکعت قبل از ظهر است و 2 رکعت بعد از ظهر. و همچنین 2 رکعت سنن که مستمر پیامبر اکرم صلی الله علیه و میخواندن بعد از فرض نماز مغرب و 2 رکعت هم بعد از فرض نماز عشاء. قبل از نماز عصر و همچنین قبل از نماز مغرب از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم و صحابه کرام 2 رکعت ادا کردن ثابت هست با احادیث صحیح و نبی اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که بعد از هر اذان و اقامت، هر اذان و تکبیر چیز است نماز هست. یعنی در این هم از جمله مسائل واضح هست که هر حدیث در صحیح هست و رأی امام و یا بزرگواری که در اینجا مخالف بود اون برای خودش معذور شمرده می شود و برای ما درست نیست که قول صریح و واضح پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بگذاریم و روی با هیچ نوع با هر توجیهی که بوده باشد دنبال فتوای امام بریم، چون قول رسول الله صلی الله علیه و سلم وحی الهی هست و قابلیت اشتباه نداره و قول امام اجتهاد و برداشتش هست. گهگاهی یا دلیل برایش نرسیده یا اینکه کدام عذری داشته یا با سند معتبری نرسیده یا وجوهی و بشر هم ممکن هست که وقتی که فتوا داده دلیل نزدش بوده اما متوجه نشده. وقتی که بشر هست که گاهی از چیزی پرسیده میشه و کاملا برایش روشن هست، می باشه که 1 دقیقه پیش هم او را تکرار کرده اما متوجه نمی باشه و جواب میده که مخالف با اون چیزی است که 1 دقیقه پیش خودش گفته و واقعیت. پس هر نوع عارض در عارضه بشری برای یک امام و یک عالم و مجتهد و استاد میشه که پیش بیاید، اما بر نصوص صحیح و ثابت شریعت هیچ نوع محلی مجال خلل وارد شدن وجود نداره. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی پرسیدن بستن قلعه از تاجیکستان بودن یا همون دستار یا عمامه آیا سنت است یا نه؟ بله، از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت هست و اما آنچه که در فضایلی از او آمده در عموم احادیثی که در فضایل عمامه بستن و یا مختص بودن او با مسلمان ها و جزئی از خصوصیات مسلمان ها بودنش ثبوت نداره، هیچ حدیثی صحیح و ثابت نیست. اما اصلی بستن عمامه از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت هست. قسمی که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گذاشتن کلاه آهنی ثابت هست و همچنین از صحابه کرام و غیره بدون کلاه بودن و اینها هم ثابت هست و لذا بعضی ها را جزئی از سنن از عادات حساب میکنن، نه سنن شرعی که در شریعت کدام اختصاص خاصه داشته باشه. اما یکی از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم ثبوت داشته باشه، ثبوتش از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین از صحابه کرام و دیگرها ثبوتش قطعی هست و چیزهای از اونها بوده. اما برای کسی که در پهلوی از او کلاه هم از اونها ثابت هست و همچنین از احادیث متعدد گرفته می شود که بدون عمامه و بدون کلاه بودن هم
ثابت می شود، پس هیچ یکی از اینها به حساب سنتی اصلی که مخالفت از او مخالفت حکم شرعی بوده باشه به شمار بیاید شمرده نمیشه. انسان یک مسلمان اختیار داره که هر یکی از اونها را استفاده بکنه، برایش جواز داره و مخالفت در او مخالفت با حکم شرعی به شمار نمیاد. جزاکم الله خیر. ایستاد ادرار یا ایستاد پیشاب کردن از نظر شرعی چه حکم داره؟ این خلاف ادب هست، ادب عامه البته، و همچنان باعثی از این هست که چیزهای چی میگوین عرف؟ نه حالا بگذاریم چیز دیگه، لباس های از او چیز شوه، یعنی پارچه های چیزهای از او شلوارش لباس هایش آلوده بکنه، این خطری از این هست که این مسئله با احادیث نشده از این کار دیگه. بله این چیز داره، اما در اصل یعنی از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ثابت هست که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در یکی از سفرهای خود در یکی از غزوات حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه روایت میکنن و حدیث کاملا صحیح هست. در یک منطقه زباله‌گاهی رفتن، در اونجا یک قومی اونجا ایستاده پیشاب کردن. خب مسئله که بود زمینی که پایان بود عموما در منطقه زباله چیز هست، خاک نرم هست و پریدن و برگشتن چیز پیشاب به لباس ها در اونجا وارد نیست. و همچنان یعنی در اصلی از خودی از این قسمی که بسیاری از جامعه ها نظر دارن اشکال شرعی وجود نداره، اشکالی که هست در نتیجه برگشت پارچه های اما چیزهای پیشاب به لباس ها هست که لباس ها را لذا رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی در حال نشستن همیشه تاکید میکردن یک جای نره بین انتخاب بکنن و سرنیزه داشتن که اما زمینی که در او برای قضای حاجت می نشستن او را اولا با سرنیزه سست میکردن و سپس پیشاب میکردن. وقتی که چنین خطری نبوده باشد در اصل شریعت هیچ نوع شرعاً اشکال ندارد. بله در آیین زردشت این مشکل داشته که در عموم جامعه فارسی زبان ما از دین زردشت گرفته شده و شهرت عام داره که حتی در بعضی منطقه میگن استاد پیشاب کردن کاری کافری هست و استاد پیشاب کرد کافر میشه و حتی در بعضی مناطقی چیز هست شهرت عام داره و این جزئی از دین زردشت بود. قسمی که نوروز جزئی از آیین زردشت هست، اما در دین اسلام مهمی است که پارچه چیزهای از او پارچه های از او و بر لباس ها نرسه و چیزهای آلوده نکنه و همچنان خلاف اصل هست. در عموم یکی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت هست دور رفتن و نشسته پیشاب کردن هست. در بعضی حالات اگر انسان بنابر اسباب مختلفه نشسته پیشاب ایستاده پیشاب میکنه، یعنی شرعاً گناه در این است. حدیثی که در اینجا آمده در سنن ترمذی و دیگه از عمر رضی الله تعالی عنه راجع به ممنوع بودن ایستاده پیشاب کردن یا قسمی که سوال برادرم راست پیشاب کردن، او حدیث امام ترمذی رحمه الله میگه که لیس بذاک القائم، یعنی حدیث ثابت نیست، حدیث ضعیف هست. اما حدیث صحیح که در صحیح بخاری و دیگر کتاب ها است از حذیفه رضی الله تعالی عنه، حتی در مختصر قدوری هم این ذکر میکنه. مختصر قدوری که یعنی کتاب معروف ابتدایی مذهب حنفی هست، این حدیث ذکر میکنه از حذیفه رضی الله تعالی عنه، استدلال پیشاب کردن در او ثبوت داره ولی اصل نیست، یعنی جواز داره و از وضعیت که از کثیف کردن لباس ها باید خودداری بکنه. درست. تشکر میکنم از شما. مردی اگر به زنش بگوید که تو رو یک طلاق میدهم و بعد عصبانی تر بشود و بگوید 100 طلاق هستی،
این حرفش چه حکمی دارد و چند طلاق واقع میشه؟ این فتوای اکثر صحابه عبدالله ابن عمر، ابن عباس و دیگرها این هست که میگه که با 3 طلاق با 3 زن جدا شده و دیگرش بازی با کتاب الله تبارک و تعالی حساب می شود. 98 تا دیگه میمانه؟ 97 تا دیگه. نه 98 تا، یک تا دیگه پیشم گفته است. زودتر گفته. اما موضوع این که بعضی علما چون امام مسلم رحمه الله و غیره در این یک طلاق حساب میکنن، بنابر حدیث ابن عباس رضی الله تعالی عنه که امام مسلم رحمه الله را تصحیح کرده، صحیح دانسته و شاگردش طاووس ابن کیسان یمانی، شاگرد عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه، و پسرش عبدالله ابن طاووس و محمد ابن اسحاق ابن یسار، امام مسلم، ابو عوانه اصفهانی و غیره، و در قرنهای بعدتر ابن تیمیه رحمه الله و شاگردشان ابن قیم و ابن کثیر صاحب تفسیر، و همچنین در این اواخر شیخ احمد محمد شاکر از علمای محدثی شام و شیخ جمال الدین قاسمی از علمای شام و همچنین شیخ عبدالعزیز ابن عبدالله ابن باز رحمه الله مفتی سابقی سعودی و غیره نظرشان به این هست و اکثریت علمای اهل حدیث هند که بنابر حدیث ابن عباس رضی الله تعالی عنه در صحیح مسلم یک طلاق می شود. ما شخصا من قناعت ما با رأی است که از عموم صحابه نقل شده و مذاهب اربعه با او اتفاق داره که در این 3 طلاق 3 تا حساب می شود و مسئله را در این قضیه میتونه که علمای نزدیکتر بررسی بکنن و نظر خاص ارائه بکنن. تشکر میکنم شما. بیننده ای از سوالای SMS پرسیدن که آیا برداشتن وسط 2 ابرو جایز است یا نه؟ برداشتن وسط ابرو؟ نه، گرفتن موهای ابرو شرعاً ممنوع هست. بله بله، مگر اینکه یک نوع اشکال چیزی داشته باشه، عیب خاص وارد بکنه، در اون صورت تصحیح عیب جایز است، اما اصل برداشتن درست نیست. موهای ابرو از موهای دیگر قسمت روی را برای زنها گرفتنش جواز داره و از مردها موی چیز رخسار و همچنان مویی که در قسمت های رخسار بیرون می شود و همچنان موی سبیل ها اینها را گرفته می شوند. اما ریش که مویی که در اطراف این 2 استخوان هست، استخوان های الخشه که گفته میشن 2 استخوان، از اینجا تا به اینجا، از این قسمت تا به اینجا، جزی از ریش به شمار می شود، لحیه، یعنی موهایی که در اطراف این 2 تا بیرون می شود. این نبی اکرم صلی الله علیه و سلم با تأکیدهای متعدد امر فرمودن که شما ایره پوره ایره بگذاره و حتی در بنابر 2 حدیث مرسلی که سندهایشان تا به تابعی ابن مسیب رحمه الله و دیگر بزرگان تابعین صحیح هست، نماینده هایی که خسرا روان کرده بود برای گرفتن نبی اکرم صلی الله علیه و سلم، 2 تایی که بودن اونها ریشه هایشان زدگی بود. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم رویشان از اونها برگرداندن به حسابی کراهت، یعنی به این معنا که اگر با ریشه زدگی پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر قرار داشته باشه، رسول الله صلی الله علیه و سلم به سوی تو نگاه نمیکنه. نبی اکرم فرمودن که کی به شما را به این کار کی حکم کرده که ریشه های خود کوتاه کنه یا که بتراشه؟ گفتن که بزرگی ما و خدای ما، بزرگی ما یعنی پادشاه ما را به این امر کرده. یعنی این هم از عادات مجوس بود در قدیم، کوتاه کردن شدید ریش و یا تراشیدن از او. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که ولکن امرنی ربی ان اعفی لحیتی، لیکن پروردگار ما به ما فرمان داد که ریش خدا پره بگذارم. تنها از آمده که در جریان حج و چیزهای دیگر اطرافه از ریشان از صحابه کرام عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهم و دیگر آمده که تیره شدگی های ریش خدا
میگرفتن، اصلاح میکردن تا به اینکه که دو قبضه می‌گذاشتن. بله. یک قبضه. تا که از قبضه به بالاتر بله. یک قبضه رو کاملا میگذاشتن، از او به بالایش کوتاه میکردن و عموما ریشه هایی که هر طرف نامناسب شده باشه اصلاحی از او درست. و یک ریز ساختنشان هیچ نوع اشکاله نداره، اما گرفتن زیاد ممنوع است. درست. جزاکم الله خیر. بیننده از کردستان عراق پیام فرستادن که من چند وقت پیش با چند نفر درگیر شدم و پام که چاقو خورده لنگی میزنند. منم قسم به جون برادرم، یعنی قسم خورده به جون برادرش که اگه پاش خوب نشه یکی از اون افراد را بکشه، ولی بعد از مدتی با اصرار ریش سفیدان مجبور شده که با اون افراد صلح بکنه، ولی پاش هم هنوز خوب نشده. حالا گفتن که حکم قسم به جون برادرم چیه؟ حکم قسم به جون برادرش شرک است، از شرک اصغر به شمار می رود و از الله تبارک و تعالی استغفار لازم داره که باید که الله دعا بکنه که الله تبارک و تعالی او را ببخشه که این قسم نادرست خورده و هیچ نوع کفاره از او یا هیچ نوع التزامات در برابر از برای از او لازم نیست، چون اصلا قسم چیز بوده، قسم خودش لفظ قسم نادرست و شرک بوده، گناه شرک اصغر به شمار میره و یکی از گناه های کبیره به شمار میره. شرک اصغر هم چیزی از گناه های کبیره به شمار میره و که عملا نبود. پس هیچ نوع التزام در برابر از او شرعا نداره، تنها باید از الله تبارک و تعالی استغفار بکنه و مغفرت بخواه که چرا این گناه کرده و در آینده چنین قسم بغیر از الله تعالی. نبی اکرم صلی الله علیه و آله من کان حالفا فلیحلف بالله او لیصمت. کسی که قسم یاد میکنه باید به الله قسم یاد کنه یا که خاموش بوده باشه. پس این موضوع هست. و در صورت دوم اگر قسم به نام الله هم می بود برایش درست نبود که او را عملی بسازه، به خاطر که کشتن شخص در برابر تنها لنگ شدن جواز نداره. تنها حقی که شریعت داده اون هم از طریق محکمه قصاص هست و یا دیت نوعی از خونبه های همون نوعی از زخمی که بوده باشه در زخمه های دارای خونبه ها شامل میشه و یا نه. و وقتی که معاف کرد باز اونها هم ساقط میشه. مسئله جداگانه است، ولی به هیچ وجه کشتن شخص در برابر از که پای او را زده، چاقو یا چیز دیگر زده، لنگ ساخته روا نیست. حتی مرمی زده باشه درست نیست چون نمرده. تا در اون صورت باز اگر قصاص بالمثل ممکن بود و جز او چیزی را نپذیرفت او میشه، ورنه تاوان و خونبه های مالی داره که باید او به این شخص پرداخت بکنه. او مسئله جداگانه است. اما اگر کشت در بدل از او شرعا قصاص میشه و کشته میشه، چون قاتل بناحق یک شخص نزد الله تبارک و تعالی و نزد شریعت به شمار میاد. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی آقا مسعود از آلمان سوال کردن که ما در آلمان زندگی میکنیم و میخواستم بدونم آیا دست دادن با نامحرم که با نیت بد نباشه و از روی عادت باشه گناه داره یا نه؟ بله، کلا گناه داره. نیت شرط نیست، نیت پیش میشه و بین انسان و بین شهوت خیلی ادعا میکنن دلمون پاک است. بله، بین انسان و بین شهوت آنقدر فاصله وجود نداره. چون شهوت در کجا هست؟ در قلبی از هست، قلبش با خودش هست. پس این لحظه و لحظه دیگری و لحظه هر لحظه میشه که اون به حرکت بیاید. پس این ادعای اصلا نادرست هست و همه حقیقت ها را بطلان ایرا ثابت ساخته و مخصوصا ما در جهان دموکراسی و چیزی که نظر اندازی بکنیم، جهانی که دنیایی که آزادی داره، بیشترین اولادی کوچه و بازار و افتیده و حرامی و حرامزاده در همین محیط هایی است که میگوین ما دلهای ما پاک هست. و این یک نوع سختی شما مثلا هیچ اشکاله
نداره و حتی چند روز پیش خبر خوانده بودیم که یک زن حامله شده بود، دو قلوی زایده، یکی هم در امریکا و یکی هم در ویتنام. یکیش از شوهرش بود، یکیش از شخص دلپاک دیگر در پهلوی از او. در یک روز یک مدت های متقارب با هر دویشان همخوابی شده. رنگ هایشان مختلف بودن. وقتی که رفته آزمایش دی ان ای کردن، یکیش از همون شوهر بوده و دیگرش از دیگر شخص. لذا محکمه آمریکایی هم فیصله کرده که او شخص دیگر هم باید نفقه بپردازه برای پسر خود. خب منتها او هم با دل پاک در همون روزی که با شوهرش نزدیک شده بود، با دل پاک با او هم دست داد و بالاخره به دست به دیگر جای کشید. پس این یکی چیزی از وسوسه های شیطانی هست که شیطان از طریق دموکرات ها و دموکراسی دعواها وارد جامعه های انسانی میسازه. نمیگم تنها اسلامی بلکه انسانی میسازه و جامعه های انسانی را به جامعه های حیوانی میخواه تبدیل بکنه. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی سوالشون این است که گفتن اگر یک انسانی در ماه مبارک رمضان در حالت روزه زنا بکند کفاره آن چیست؟ شاید منظورشون کفاره روزه چیست؟ اولا این شخص قبل از کفاره توبه لازم داره. یعنی اگر موضوع او واضح نشده، علنی چیز نشده، به محکمه نکشیده، خب مسئله که به محکمه رفت مسئله جداگانه داره، بین خودش و بین پروردگارش هست. در اینجا توبه جدی لازم داره و او را بالای خود پرده به اندازه بهتر هست از اینکه عیب خود افشا بکنه و از الله تبارک و تعالی استغفار بکنه و با او قطعی فیصله بکنه که الله تبارک و تعالی برایش این گناه او را ببخشه. و در موضوع کفارش همون کفاره همخوابی شخص با همسرش که چیز هست، کفاره جماع فرق نمیکنه که 2 ماه پشت سر هم روزه گرفتن بالایش کفاره می باشه. اصلی کفارهش همین هست که 2 ماه پشت سر هم. و اگه نتونست بکنه نه، این میتونه به خاطر از اینکه اگر همسر نداشته باشه حتما میتونه. این اصلا راه حلش امی هست که روزه بگیره تا اینکه فانه له وجاء. نبی اکرم صلی الله علیه و آله میفهمه که روزه چیزی او را کنترل میکنه. ولی اگر همسر داشت باز نمیتوانسته باشه، در او صورت باز برمیگرده به چیزهای دیگه که 60 مسکینه غذا میته یا که لباس بده، 60 مسکینه اطعام 60 مسکینه، 60 مسکینه خوراک میته در قبل از خود موضوع چیزش هست. درست. بله. تشکر میکنم از شما. و بیننده پرسیدن در عروسی ها در منطقه شون یک شب را شب حنابندان تعیین میکنن که در آن شب دست داماد و عروس رو حنا میگذارن. از دیدگاه اسلام این کار چه حکمی داره؟ جواز داره یا نه؟ موضوع حنا بستن برای زنها هیچ نوع اشکالی نداره و جزئی از خوشی ها هست، بلکه جزئی از آرایش زنها هست و شرعاً هیچ نوع اشکالی نداره. اما برای مردها نبی اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که چیز طیب الرجال، خوشبوی مردها هست که بویش روشن باشه، بویش آشکار باشه و رنگی از او پوشیده باشه. و از زنها او هست که رنگش آشکار باشه و بویش پوشیده باشه. لذا برای زنها استعمال عطر و خوشبویی و پس برآمدن در محفل ها و بیرون جواز نداره. اما برای زنها، برای مردها عطر استعمال و برآمدن درست است. اما حنا در غیر حالت مشکل داشتن که مثلا برای تداوی استعمال میکنه یا حالت اشباهی ازی هست برای باد و بعضی چیزها هست، در دیگر حالات مکروه و نادرست هست. پس این راجب همسر عروس مشکلی نداره، اما راجب داماد باید خودداری شود و عرفی چیزی نیست. اما تخصیص چنین شب
مسئله جداگانه هست که ما در جزء از عادات اجتماعی هست و جزء از عاداتی هست که در جامعه بعضی مشکلات را وارد اضافه ساخته. مثلا ما در مراسم شرعی که نبی اکرم صلی الله علیه و آله ثابت هست، یکی نامزادی هست، مراسم نامزادی هست و چیز شدن فاتحه شدن اول. دوم مراسم چی است؟ مراسم عقد و رخصتی نهایی. این دو مراسم در چیز شریعت آمده که با ترتیب رعایت حتی هر دویشان یک شب هم میشه و که به پایان برسه. دیگر مراسمی که این امور ازدواج معقد میسازه و مصارف هنگفت میسازه و مشکلات ایجاد میکنه در جامعه، اینها جزئی از مراسم معتبر در شریعت نیستن، بلکه جزئی از عادات هستند که هرگاه اینها چیز مشکل ساز برای جامعه شدن و باید جامعه ها در اصلاح از اونها و در دور انداختن از اونها و آسان ساختن مراسم ازدواج تلاش بکنن تا هم از موضوع بد اخلاق شدن فامیل ها، پسرها و دخترها خودداری شود و همگی هر یکی از اونها بتونه که به آسانتر ازدواج بکنه. خسته نباشید. تشکر میکنم از شما. بالاخره به پایان اومدین قسمت و سوال ها هم همچنان باقی است. انشالله در برنامه بعدی به سوال ها ادامه خواهیم داد و تا یک دیدار دیگر همه شما بینندگان را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من بعض كل الفكر